حضرت ابو هریره رضی الله عنه راوی امت روایت کرده اند، حدیث در صحیح امام مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه. وقتی که انسان از دنیا گذشت تمام عملش قطع میشه، دیگر او بیچاره نماز خوانده نمیتواند، روزه گرفتن نمیتواند، زکات مال خویش را پرداخته نمیتواند، سفر خانه خدا را انجام داده نمیتواند، همه عملش قطع میشود، از ثواب از رحمت محروم میماند، مگر از سه عمل که هرگز این سه عمل برای صاحبش قطع نمیشود، اگر چنده که در داخل قبر استخوان‌هاش هم شد. الا من ثلاثه، الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. همون سه چیز کدام ها؟ اولا صدقه جاریه، فرضاً شخص در وقت حیات بودن خویش در ساختمان یک مسجد سهمگذاری کرد، یا که برای یک دهه‌ای که اهل آن دهه از نبودن آب عذاب و مشقت میکشند آب گذراند، یا از بالای یک دریای یک کپروک جور نمود تا اینکه مردم در رفاهیت زندگی کنند، یا یک راهی را درست کرد. صدقه جاریه زیاد میشه. اگر شخصی در وقت حیات بودن خویش چنین یک عمل را انجام داده باشد تا وقت اون عمل موجود است، این شخص اجر ثواب خویش را گرفتن بگیرد، هرگز فضیلت ثواب از او منقطع نمیگردد. دوما علمی که از او علم منفعت برده می شود. فرضاً شخص یک علم اسلامی دارد و شاگردها تیار میکند، تا زمانی که شاگردای او هستند، تا زمانی که شاگردای او شاگرد تیار میکنند، تا آن وقتی که این سلسله قطع نمیگردد اجر ثواب بر روح او میت البته که میرسد، زیرا این خبری پیامبر صادق و مصدوق است، پیامبری که هر چی گفت است تصدیق خویش را در حیات یافته است. و نهایت سوم از عمل فرزند صالحی که در حق پدر دعا میکند یا در حق مادر دعا میکند. شخص در وقت زنده بودنش تنبلی نکرد، عذاب کشید، فرزند خویش را برد در یک جا خواند، علمش آموزان، خوشا به حال این پدر که بعد از وفاتش نیست با مجرد عمل کردن فرزند، دست به دعا بردن فرزند، اجر ثواب و روح این پدر علی دوام میرسد. خوشا به حالی کسی که بعد از وفات خویش فرزندای اهل نماز اهل قبله میگذارند، هر وقتی که فرزند در داخل نماز در قعده آخر دعا میکند اللهم اغفر لی و لوالدی، پروردگارا مغفرت کن مرا و مغفرت کن پدر و مادر مرا، تصور کنه که اجر ثواب اون نماز در ظرفهای زرین در طبقهای از نور و روح اون میت میرسد در عالم برزخ و بسیار خوش می شود، بسیار آسوده می شود، شکرانه نعمت خدا را می کند. در حق او فرزند همیشه دعای خیر می کند که خداوند و نگهبانش باشه. پس خوشا به حال بابای حاجی اکرم خدا رحمتش کند که بعد خود فرزندای صالح اهل نماز اهل صدقات خیرات گذرانده است که با گذرانیدن دایر ساختن مجالس اسلامی روح پدر خویش را شاد و مسرور میگرداند. وای وای به حال کسی که بسته محبت دنیا گشته و از تعلیم تربیه فرزند به دور میماند. متاسفانه امروز حیات شکل رفته ایستاده است که بسیار از پدران به خاطر فرزند به خاطر زن از عبادت خدا در غفلت میماند، چه جای آن که فرزند خدا تعلیم اسلامی دهد. متاسفانه کار به حد رسیده است که امروز پدرای بی سعادت، پدرای بی خبر از برای فرزندی کفل خود زمین میخرند، خانه میخرند،
مال برای زن گرفتنش آماده میکنن، اما قرآن را که کلام خداوندی است، قرآن را که سرتاسر نور است، قرآن را که هم برای دنیای فرزند هم برای عقبای فرزند به نهایت لازم است و فرزند خود تعلیم نمیدهند. تمام ناز و نوزی فرزند را میبردارند، حالی به بلاغت نرسیده است از براش ماشین میخرد، اما به سعادت در نزد یک کاری نمیگذاردش که لااقل با حرف قرآن مأنوس کرده آشنایی حاصل کند. باور کنید یک جور بسیار عظیم است. در هر کجا که نگاه میکنیم ثمره این جور بر اعلا نمایان است. خوش آمده مهمانای عزیز. همین امر به معروف خودش دعاه بچه‌ها. راستی که 2 سال شد پی در پی به حج میرویم، الحمدلله یک حالتی را مشاهده کردم. مردم ما که در اینجا ادعا میکنن که علم در سرزمین ما است، دین در سرزمین ما است، حاجیای این مملکت گلهای سری سبد وقتی که میروند در حرمین، در مسجد مدینه یا در مسجد حرم، احوال زاری مردم تاجیکستان هم میبینن که زنگی ها نمازخوان هستند، زنگی ها قرآن خوان هستند، خط قرآن هم میشناسند. مردم اندونزیا و مالایزیا، مردم شریلانکا، نمیدانم چی خلق چی ملت های که همگی 100 سال قبل از این اسلام قبول کرده اند، قرآن خوان هستند، خط قرآن هم میشناسند. اما مردم ما، حاجیای ما 80% از قرآن بیخبر هستند، قرآن خوانده نمیتونن. میگن حقیقتا ما مردم بیسواد بودیم. این دعواهای ما که جا شد که اسلام در ملک ما است، دین در سرزمین ما است. و عیبی که الحمدلله که امروز فقط مسافرهای فرتون حج نمیروند. از نیم زیاد حاجی ها امروز شخصایی هستند که از 50 جوانتر هستند. به عیبی که خونده نمیتونن. در نوبت اول به عیبی پدر. فرزند عقلش نمیرسد، نمیفهمد که قرآن برای او چی منفعت دارد، تعلیم و تحصیل علم برای او چی فایده دارد. از این لحاظ بر ذمه پدر واجب است که همون طفلک خدا برده و در نزد یک معلم، یک استاد گذارد و تعلیم علم دهد. ببینه در قشلاق جاها میبینی یک عمل بسیار بدی را. وقتی تابستان میشود کودکان به تعطیل تابستانه میبرویند، کودک بیچاره 3 ماه از پشت گاو و مال پدرش است، آواره و سرگردان. میگن تعطیلت است مالباری کن. بیچاره به جمع آوردن کار همیشه مصروف است. پدر در کار زندگی فرزند را که تعلیم در ذمه این واجب است، تا وقتی به بلاغت رسیدن نفقه او فرزند در ذمه‌اش واجب است، در کارهای زندگی خود استفاده میبرد. اما تعلیم را که در ذمه پدر واجب است باید به فرزند خود دهد، فراموش میکنه. امروز ما همیشه شکایت میکنیم در مکتب درس نیست، تعلیم نیست، از دست ما چیکار بیاید؟ آره، در مکتبی که مزد معاش معلم 200 سامانی و 250 سامانی است، یک قابچه و 2 قابچه آرد نمی شود، فرزند خچه به مزد معاشش معلم تأمین کرده نمیتواند، از کجا غم فرزند ما و شما را خورد؟ او فرزند ما است که خداوند اون نعمت برای ما عطا کرده است. اگر از بر یک بزمان بگذاریم، از بری 100 سوم و 200 سوم پول ما گذاریم، قسم به خدا همون معلم یا فرزند در خانه ما تعلیم میده. اما عیب از ما است متاسفانه. میگه پسر ما بردم نگاهش نکرد، او بیچاره به زندگی خودش مشغول باشه، از کجا پسری تر نگاه کنه؟ همین در ذمه ما پدرای عزیز واجب است. وقتی که فرزندی صالح تولد کردیم، تربیت کردیم، خوشا به حال ما که در اون صورت انشاءالله دنیامون هم آبادان است، عقبامون هم آخرتمون هم. بعد از وفاتمون در عالم برزخ اعمال نیک حسنه او فرزند در نزد ما عرض کرده می شود. عباداتی که او فرزند میکند و او کف دعایی که فرزند از برای ما میبردارد در طبقهای نور بر روح ما اهدا میگردد. در او صورت بعد میفهمیم که این چی فضیلتی بده است، این چی ثوابی بده است، این چی رحمتی بده است که ما از او غافل ماندیم.
امروز مردم اینقدر بسته معیشت دنیا هستند، این دنیای غدار مردم اوقدر از حقیقت از شریعت دور ساخته است که متاسفانه 70% جماعت به نماز هستند، اهل نماز نیستند. دیگه چی گله کنیم که این فرزندش تعلیم نمیده؟ به شرافتی که خود نماز نمیخواند، خود در عبادت خداوند خویش قایم نیست، از فرزند او چی توقع داشته باشه، چی طمع داشته باشه؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. خداوند ما و شما را تحذیر داد است در قرآن که ای مسلمانان آگاه باشید، حیات دنیای شما بازی است، شوخی و حصل است، خرسندی و استراحت است، بسیاری و فضولی جستن است در مال و ثروت، در فرزند. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. فراموش نکنه ای مسلمانان که این حیات دنیا یک متاع غرور است که انسان را فهم میدهد، فریب میدهد. یک زمان تو جان در غرغرت میآید، بعد از اون پشیمان میشوی، اما پشیمانی دیگه برای تو سود و منفعت نمیکند. تا به حال هیچ دنیا دوستدار، هیچ حریص، هیچ شخصی که در پی جمع‌آوری مال و ثروت است قانع نشده است از مال دنیا. مال دنیا تا به حال هیچ کس از چشمش سیر نکرده است. حدیث متفق علیه است، امام بخاری و مسلم روایت میکنند از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما. حضرت پسرمک پیامبر هستند، در مکتب و مدرسه محمدی صلی الله علیه و سلم تعلیم گرفتند. از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کردند که بار حضرت فرمود لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. اگر فرزند انسان دو وادی از طلا داشته باشد، بالفرض همین دو وادی مالامال طلا از برای یک شخص باشد، در طلب سومش میافتد. شخصی اگر 2 میلیون دلار جمع کرده باشد، برای میلیون سوم با جستجو و تکاپو میکنند. ولا یملأ جوف ابن آدم الا تراب. این خالیگی و تهیگاه شکم انسان فقط خاک لحد پر میکنند، مال دنیا هرگز پر نمیکنند. اگر گویی که از قفای دنیا به تازم هرگز چشمت سیر نمی شود. و یتوب الله علی من تاب. اما خدای بزرگ توبه پذیر است. توبه کسایی را که واقعا توبه میکنند، صدقا توبه میکنند، خداوند البته میپذیرد. رفتم به سر تربت محمود غنی، گفتم که چه برده ایزی دنیای دنی. شاعر میگوید به سر قبر سلطان محمود غزنوی رفتم. سلطان محمودی که پادشاه ها از یک نام او را گرفتن در رعشه و لرزه میافتند. گفتم که چه برده ایزی دنیای دنی؟ گفتم یا شاه مدت 30 سال حکمرانی کردی، از 6 یک قصه روی دنیا را ضبط کردی و گرفتی، از دنیا چی بردی با خود؟ گفتا که 3 گز زمین و 10 گز کرباس، تو نیز همین بری اگر 100 شمالی. در جواب گفت نصیبه من از این دنیا 3 گز زمین شده، 10 گز کرباس. در 3 گز زمین جام کردند و در 10 گز کرباس پیش آوردم، در خانه لحد گذاشتم. اگر تو 100 چندان من باشی از این بیشتر نمیبری. پس شخصی که به خاطر دنیای خویش، به خاطر نعیم این دنیا از عبادت خدا محروم میماند، از تربیه فرزند محروم میماند، از تأکید اهل بیت محروم میماند، وای وای به حالش که واقعا در جان خود جور میکند و در یک دنیای پر غرور، پر فتنه آلوده گشته خدای خدا به باد فراموشی بسپارد. این طایفه مردم واقعا پشیمان میشوند، اما در آخر حیات پشیمانی شدن از برای کسی سود و منفعتی نمیبخشد. برادرای عزیز، در نزد دنیا در نزد پروردگار این دنیا از پر یک پشه خوارتر و ذلیلتر است.
چی شده است ما را که اینقدر محبت دنیا در ما مستولی گشته است؟ به خاطر کار دنیا، منفعت دنیا نماز ترک میکنیم، تربیه فرزند که در ذمه و واجب است ترک میکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلم بشریت برای ما و شما تعلیم فرموده: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. ای مسلمانان، فراموش نکنه که این دنیا برای مسلمان یک سجن است، یک زندان است که مسلمان در بند، در اسارت گرفته است. این جنت کافرها است، دنیا و آخرت کافرها است. اما از برای شخص مسلمان خداوند جنت المأوا را مثل یک عروس زیبای آراسته کرده است. خداوند از برای او وعده دیداری به مثال خدا می دهد. پس ای مسلمانان در غفلت نباشید، به خاطر یک زندان آلوده با نجاست نعمت خدا را، جنت خدا را و باد فراموشی نسپارید. راستی بسیار آدم در تعجب میماند وقتی که یک شخص را به نماز دعوت میکنی، بهانه میکند که داملا نفقه اهل بیت واجب است، آخه ما از پشت نفقه اهل بیت شدیم، از این خاطر ما رسیدن نمیتونیم در مسجد به جماعت نماز ادا کردن نمیتونیم. این شرمندگی از قسم به خدا. مسلمان باید با یقین بداند که رازق خداست. هر کسی که رازقیت خدا را اگر نمیشناخته باشد اون مسلمان نیست، از ایمان دور است. در اخبار اومده است، امام غزالی در احیا و علوم برای ما و شما نصیحت میکند که بار شیخ بایزید بسطامی هنگام سفرهاش داخل یک مسجد میشود. در مسجد از خفای یک امام نماز خود خان، بعد از او وقتی که بعد نماز نشستند، امام از او سوال کرد که یا بایزید، تو جای کار نمیکنی؟ تو از یگان جای نفقه حاصل نمیکنی؟ پس رزق روزی خدا با چی واسطه میگذرانی؟ شیخ گفت یا لحظه صبر کن. از جاش قایم شد و به نماز شروع کرد. نماز خوان. امام پرسیدش که یا شیخ این چی نماز بود که خواندی؟ گفت همون نمازی را که از خفای تو خواندم اعادهش کردم. از خفای شخصی که تا به حال رازق نمیشناسد نماز خواندن جایز نیست. تو به شرافت نمیدونی که بنده را خدا خلق کرده است، رزق روزی بنده را خدا خلق میکند. پس مسلمانی که میداند که رازق پروردگار متعال است، رزق روزی از جانب خداوند از برای او تهیه میشود، بعد از این به بهانه نفقه اهل بیت نماز خدا را ترک میکند، جماعتی را که سنت مؤکده رسول الله صلی الله علیه و سلم است به طریق واجب ترک میکند. وای وای به حال این بی‌شرافت که هنوز رازق خدا نشناخته است. عادتا احوال این مردم بسیار خار است در دنیا. شاید بعضی هاش خواهش بکنید بچه ها گپ نزنید. وقتی که سخن از خدا و رسول خدا می آید همه گپ حرام است. در وقتی امر به معروف و نهی از منکر کردن باید همه خاموش باشند. طعامتون بخورید، گپ نزنید، خلل نرسانید. گر سخنچین بینم در انجمن، 100,000 گل بریزم از چمن. حضرت مولوی میگه اگر من دیدم که سخن من در تو تأثیر دارد، تو گوش می اندازی، از دهنم گل می ریزد، در مروارید می ریزد. ور سخن کش بینم ایزم بمزد، نکته از پیشم گریزد مثل دست. اما اگر ببینم که در میان سخن لگد میگوی، دیگه همون حرف من فراموش میکنم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بار همراه اصحاب خویش در ذوالحلیفه از نزد یک گوسفند خودمرده که صاحبش از پاش گرفته و دورش انداخته بود عبور میکرد. با اصحاب مراجعت کرد، گفت اتندرون خارتر ذلیل‌تر است. لو کانت الدنیا عند الله جناح بعوضا ما سقا کافرا منها شربت ما. اگر دنیا گفت در نزد خدای تعالی مقدار یک پشه قدر منزلت می داشت، از برای کافر خدای تعالی یک کاسه آب دریغ می دانست. چی جای آن که برای کافران دنیا را عطا کند.
این تأکید پیغمبر ماست. حدیث امام ترمذی و ابن ماجه با اسناد حسن صحیح روایت کردند. واقعا اون شخصایی که با جمع آوردن مال و ثروت در دنیا مشغول هستند ناکام از دنیا می روند. زیرا همون مال و ثروت اولا به خودشان نصیب نمیکند، ثانیا عادتا به همون ورثه هم نمیرسد، از برای بیگانه ها جمعش میکنند، مال دیگران میخورند، اما این به شرافت در خانه قبر در عذاب و عقوبت گرفتار است. حضرت شیخ عطار یک قصه را آورده است از برای تنبیه ما و شما، از برای آگاه ساختن ما و شما که این دنیا یک نفس است، شایستگی او را ندارد که برای این دنیا شده شخصی سالم عقل، شخصی فاضل عبادت خدای خیش را ترک کند. حضرت میفرماید حریص در میان رنج و تیمار، بس جان کند در کوشید بسیار، بروز شب زیادت بود کارش، که تا دینار شد 300,000ش. یک شخصی چشم گرسنه و حریص دنیا میگوید، تمام عمر جان کهان، چپ زد راست زد، آخر الامر 300,000 دینار طلا جمع آورد. دینار طلا پول طلایی را میگن، سکه طلا را که بسیار قیمت است. فزون از 100,000ش بود املاک، فزون از 100,000ش نقد در خاک، فزون از 100,000 دیگرش بود که آن بر مردمان کشورش بود. 100,000 دینار از برای خریدن زمین خانه صرف کرد، ندویجی خرید به قول امروزان. 100,000 دیگر را پول نقد کرد، طلای نقد در زیر زمین گورانیدش که برای یک روز سیاه و بادام لازم میشد. 100,000 دیگر را به مردم، به تجار، به مضاربه داد تا اینکه اونا تجارت کنند و این منفعت حاصل کنند. پول خچه در عبرات گذاشت. چمال خیش از حد بیش میدید، سرای خیش ملک خیش میدید، بدیل گفتا که بنشین همه سال، بخور خوش تا از این پس چون شود حال. بعد از او وقتی که این مال حال دید که هر ماه یک مبلغی هنگفت و بزرگ به خزینش وارد شده ایستاده است، گفت ای دل سیر کنه که خاک در سرت، صبر کن، دیگه کلام کلام بخور، دیگه فکر زندگی را نکنه، کن بعد از این عبادت خدا را کن، کنجی مسجد بگیر که احوال چی میشیده باشه. چه در دل کرد این اندیشه ناگاه، در آمد زود عزراییل جانخواه. همه اندیشه را کرده بود که حضرت عزراییل رسید، عجلش آمد. چه عزراییل را نزدیک دید او، جهان در چشم خود تاریک دید او. این جان هم قدر شیرینی هست که یگان مال و متاع دنیا جای جان گرفته نمیتونه. چه عزراییل را نزدیک دید او، جهان بر چشم خود تاریک دید او. مگر میداد هم 300,000 که تا مهلت دهد یک روز باره. راضی بود که همون 300,000 دینار را از برای یک روز تسلیم کنه، برای یک روز مهلت دادن تا در همین روز عبادت خدا را به نقصان، به ریا، خالص به خاطر الله انجام دهد. بزاری گفت بسیار شنید و نبودش مهل مقصود ندید. هرچند که زاره و التجا کرد هیچ فایده و منفعتی نرسیدش. لکل امت اجل اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. خداوند در قرآن بزرگ خیش فرموده از برای هر امت، از برای هر شخص فرد یک اجل مقدر است. او اجل آمد ساعتش دیگه او را به مال و متاع دنیا خریده نمی شود. اجل به هیچ وجه از سر دور کرده نمیتونی. به آخر گفت میخواهم امانه که تا یک حرف بنویسم زمانه. گفت یا عزراییل اجازتم ده که یک حرف از برای فرزندام و از برای قوم خودم وصیت نویسم. از اجلش همون مقدار مانده بود تا ما و شما یک عبرت حاصل کنیم، یک تعلیم بگیریم. زمانش داد چندانه که یک حرف
نوشت از خون چشم خود به شنگرف که هان ای خلق عمر و روزگاره که می دادم بها 300,000 که تا 1 ساعت تانم خریدن. گفت ای مردم به خود بیایه، من تمام عمر عذاب کشیدم، 300,000 دینار راجع و نقد جمع آوری کردم، از برای 1 ساعت حیات راضی بدم همین 300,000 را بتم که تا 1 ساعت تانم خریدن. نبودم هیچ مقصود از چخیدن، هر چند التماس التجا کردم دادم و جای نرسید. چنین امر شما گر می توانید نکو دارید قدری آن بدانید. ای مردم به قدر این حیات برسه که هر 1 ساعتش قسم به خدا از درهم و دینار برای شما قیمت بهاتر است. کسی گر در چنین امر زیان کرد در آن عالم تدارک چون توان کرد. کسی در این علم زیان کرد عمر به بهوده گذرون، عمر به لهو و لعب گذرون، دیگر چینه او را تدارک میکنی؟ دنیا مزرعه آخرت ما و شما است، زمین کشت آخرت ما و شما است. وقتی در این زمین چیزی را کشت نکردی از کجا طمع میکنی به حاصل روز قیامت؟ متاسفانه این قدر ما پابندی دنیا شده ای. یک واقعه را من چند بار شد نقل میکنم. یک تاکسیستی همسایه من گفت داملا از آن مسجد گفتن خواستم با مسجد برم که یک کلینتی 10 سامانی اومد، سوارش کردم بردم. چی میشود؟ گفتم سری دیلت میشود. چی میشود؟ تا نمازی را که تکبیر اولش پیغمبر صادق مصدوق از دنیا و تمام نوش نعیم دنیا بالا دانسته است با 10 سامانی با 1 ثمن قلیل عوض کردی. وای به حالت، این عملی بد اسرائیل است. خدای تعالی در قرآن چی مقدار تأکید کرده است؟ لا تشتروا بآیاتنا ثمنا قلیلا. ای مسلمانا آیاتی ما را، اعجازی ما را، قرآنی ما را، عبادت نمازی ما را بهای اندک با دنیا عوض نکنید که بعد از این را دیگه تدارک کرده نمیتونه. پدر و مادری پیر نزدت میآیند که ای فرزند ما برای تو جان کهاندیم، موی سر سفید کردیم، عذاب و عقوبت کشیدیم، ثواب 1 نماز تا برای ما عطا کن. میگریزی از پیشو، از دادن 1 نماز مساهله کاری میکنی، میگریزی. امروز پس چرا این نماز در چشمت اینقدر بی مقدار است، اینقدر بی قدر است که تو برای 10 سامانی او را بدل میکنی و از بحری ثواب نمازت میگذری؟ امروز احوال جامعه ما تا به همین حد پس شده است، تا به همین حد بی پروا شده ایم. در یک معرکه میریم میشینیم، وقتی نماز میشود ساعتی نماز، یک شخصی خدا ترسی به مردم پیشنهاد میکند که ای مردم نماز شده است. از اون گفتن بیایی رویم در مسجد نماز بخونیم. یک شخصی معیشت پرور میگه که خیلی همینجا بسیاریم کو یک جماعت میکنیم و میخونیم. آیا جماعت خونه جای جماعت مسجد میگیرد؟ قسم به خدا هرگز نمیگیرد. ببینه تا کدام درجه را معیشت دنیا، زرق برق دنیا ما را جاهل ساخته است. در قشلاق‌ها ما مسجد داریم، اما متاسفانه اکثر اهل محل، اکثر اهل قشلاق از مسجد دور هستند، نماز در مسجد نمیخونند. چی نوع توقع رحمت از خدای خود داشته باشید؟ این نماز فردا روز قیامت از برای ما نور است، حجت است، برهان است. در صورت نور و حجت برهان می شود که با جماعت در مسجد خوانده شود، زیرا که پیامبر صادق مصدوق تأکید فرموده لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. برای شخصی که در همسایگیش مسجد است، در دهش مسجد است، در کوچش مسجد است، نماز در غیر مسجد قبول نیست. ای مردم چی درد مو رسیده است؟ قسم به خدا اکثر ما و شما امروز مسلمان جغرافیایی شده ایم. یک برادر به مسجد نمی آید، وقتی تنبیهش میکنی که چرا نه اومدی در نماز خفتن، میگه 2-3 همسایه 2-3 مهمان اومد خونم، خونه سوختان نماز نمیخوندیم، دیگه به خاطر هم موندیم. گفتیم دیدی تو جای آن که امر به معروف کنی
تا جای آن که واجب الهی را ادا کنی. شخص بینماز با نماز بکشی و به مسجد بیاری، او بینماز فاسق ابله ترا امر به منکر کرد، از عبادت خدا باز داشت. اصلا بینماز صدقه نان کنه، صدقه طعام کنه. تو نخو به خاطر یک بینماز شده بگذار مهمان باشه، تو نماز خدا را ترک کنی، جماعت خدا را ترک کنی. ببینه تا کدام درجه را ما نسبت نماز خاصتا نسبت جماعت به پروا شده. حضرت حاتم ابن اسم یک اولیای خدا، یک شخصی بزرگی که هم عالم بود هم عارف بود، روایت میکند. روایتش در کتاب معروف شمس الدین ذهبی الکبائر آمده است. میفرماید فاتتنی صلاة فی الجماعه، یک نماز جماعی از من ترک شد، میگوید فوت شد. فاذان ابو اسحاق البخاری وحده، از میان تمام قوم یکی از دوستان با نام ابو اسحاق بخاری آمده به من تعزیه بیان کرد. گفت انا لله و انا الیه راجعون. یا حاتم، یک مصیبت بزرگ سرت آمد، تو نماز جماعت فوت کردی، از ثواب و فضیلت نماز جماعت محروم شدی. بعد از او به علم حضرت بیان میکند لو مات لی ولد لعزان اکثر من 10,000. اگر میگوید فرزن پسرم از دنیا میگذشت، زیاده از 10,000 آدم میدیدی که خانه می اومدن از برای تعزیه بیان کردن. اما برای نمازی که از فرزندم برای من بهتر است، از پدر و مادرم بهتر اولاتر است، کسی برای من تعزیه بیان نکرد. چرا؟ لأن مصیبت دین احبن عند الناس من مصیبت دنیا. از برای آن که مصیبت دین امروز در چشم مردم از مصیبت دنیا خوارتر شده است. ای کاش که ما و شما صدای همو مرده ها را و اهل قبرستان را بشنیدیم. یا لیت قوم یعلمون، ای کاش که این قوم من میدانستن میگه که در این قبرستان چی احوال است، در عالم برزخ چی احوال است. قسم به خدا در اون صورت از ترس خدا نان از گلوم و دیگه فرو نمیرفت. اگر فرزن یک حکومتدار، یک ملیسه، یک نفر آدم تنبیه کنه که میبرم در زندان محکمت میکنم، همین طعام لذیذ در کامت زهر میگرده، دیگه خورده نمیتونید. از ترس واهمه را شب خوابت نمیبره. پس ای مسلمانی به شرافت، خدایی که در قرآن در صدها موضع تو را تعذیرت میکنه، تنبیهت میته، آگاهت میسازه. این جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیها احقابا. ای مسلمانو، به شک شبهه جهنم در کمین ایستاده است، از برای بنده های طاغی و سرکش مآب و مکان است که در اوجا لبس میکنن حقبه ها، یک حقب پشت حقب دیگر. حقب علما 80 سال گفتیان تا 100 سال. اگر یک حقب در جهنم بگذارند 80 سال این دنیا، شما تصور میکنه این چی گفتن گپ است؟ اگر یک سری سوزن در انگشتت بخله جانت میبروید. اگر اندکی دستت یا پات سوزد از همین آتش دنیا جانت میبروید. اندیشه عقوبت قیامت جهنم نمیکنی که چقدر مشکل است؟ اینقدر مردمی بی‌پروایی. حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی میگوید اگر مردم همچنانی که از کمبغل شدن میترسن، از دوزخ خدا، از غضب خدا میترسیدن، قسم به خدا میگه یگان که از دوزخی نمیشد. اما همین مردم از کمبغل شدن این دنیا، از فقر دنیا میترسن، اما از عذاب جهنم پروا ندارن، پروای عذاب و عقوبت جهنم نمیکنن. در حدیث صحیح اومده است، امام احمد به اسناد صحیح روایت میکند از حضرت انس ابن مالک که پیغمبر خدا گفت سألت جبرئیل مالی لا ارى میکائیل یضحک. میگه از حضرت جبرئیل سوال کردم که چی سبب است که میکائیل علیه السلام نمیخنده؟ تا به حال ندیدم که بار حضرت میکائیل که یک فرشته رحمت است، فرشته است که رزق و روزی و رحمت خدا را از برای بندگانش نازل میسازد، تبسم نمیکنه.
حضرت میگوید در جواب فرمود ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار. از زمانی که خداوند دوزخ خلق کرد خنده میکائیل بیچاره را فراموش کرده است. بیچاره میکائیل دیگه نمیخنده. یک ملائکه رحمتی که معصوم از جمیع گناه ها است از ترس جهنم خنده را فراموش کرده است. ما و شما که مستحق آتش جهنم هستیم پروای دوزخ نداریم. یک شخص را تنبیه میکنه که برادر امر خدا است اجرا کن، میگه خداوند کریم است، خداوند رحیم است. ای بی‌شرافت، کریمی و رحیمی خدا را دانستی، غفاری و ستاری خدا را شناختی، چرا فراموش میکنی که خداوند جبار است، خداوند متکبر است، خداوند شدید العذاب است، سریع العقاب است؟ عقلت کجا هست؟ قرآن سرتاسر قصه قوم‌های پیشینه است. اکثر آیات قرآنی قصه های قوم های پیشینه است. قصه قوم لوط، قصه قوم هود، قصه قوم نوح، قصه قوم ثمود، قوم صالح علیه السلام. خداوند بیان میکنه برای ما و شما چی نوع بنده های سرکش به خاک یکسان کرد، چی نوع به آب غرقشون کرد، چی نوع به غضب خدا اونا گرفتار شدن. مگر این برای تو درس عبرت نیست؟ این خدایی هست که تمام دنیا را نیست میکنه، پروا نداره. این یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. خداوند در قرآنش میفرماید اگر بخواه همه تا نیست و نابود میکنه. جای شما قومی نو میاره، خلقی نو میاره. از غضب این خدا نمیترسید؟ واقعا قسم به خدا حکمت خدا که ما و شما امت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین قوم ها قرار داده است، آخرین امت ها پیدا نموده است. یک نعمت الهی است که برای ما و شما هدیه شده است. اما ما متاسفانه به قدر این هدیه، به قدر این نعمت نمیرسیم. نعمت خدا را فراموش میکنیم. حضرت مولوی روم یک قصه دارد، میفرماید آن غزان ترک خونریز آمدند، بحر یغما در یک ده در شدند. در عصرهای میانه قوم قبیله ترک کاری اونا هم غارتگری بود، با کسب غارتگری زندگی میکردند. در میان ترک ها یک قوم با نام ترکان غوز یا ترکان اوغوز معروف و مشهور بود که بسیار خونخوار و بسیار ظالم بودند. اگر به دهه هجوم میکردن مردار همه را از دم شمشیر میگذراندند، زن و کودککا را به غلامی گرفته و میبردن میفروختند، خانه و در مردم آتش میزدند. بار همه قوم اوغوز، قبیله اوغوز به یک دهه هجوم میکند. دو تن از اعیان آن ده یافتند، در هلاک آن یک بیش تافتند. تمام مردم جان حولکی میگریزند، فقط دو موسفید بیچاره در دهه میمونند. میگن که ما پیر شدیم، به ما دیگه چیکار دارن، از دست ما چیکار میآید. اسقالای دهه هر دشه اسیر میکنند. بعد از او سردار ترکا امر میکند تا اینکه یکیشه به قتل برسونند. یک موسفید دست بستندش که قربانش کنند. گفت ای شاهان و ارکان بلند، قصد جان من سی چی رو میکنید؟ از چی آخر تشنه خون منید؟ بیچاره را وقتی دست پاشا بستند و کلوکش کردن، جان بسیار شیرینه. گفت ای مردم، من چی گناه کردم که شما اینقدر تشنه خون من هستید؟ چرا میخواهید مرا بکشید به یگان گناه؟ گفت تا ترس بران یارت زند، تا بترسد او و زر پیدا کند. سردار ترکا گفت تو حقیقتا گناه نداری، ما با او خاطر ترا میکشیم که رفیقت بترسد، تیلاهایی را که پنهان کردیان در زیر زمین همون را برای ما نمایان کند. و بینه همین دزدان هم یک فعل شوم دارن، راهزنان، دزدانه راهزنان. وقتی در یک خانه در آمدن، بعد یگان شخص بسیار سخلت و کوب میکنن تا اینکه مردم بترسند صاحبای او خانه و پول و مال پنهانیشون بیارن. حتی در همین دهه شما، در همین کوچه شما گوش یک آدم بریده بودن. من یاد دارم که گوش یک شخص بریده بودن، دو کسه حتی.
همین رسم و رسوم ایام زمانه قدیم مانده است در میان مردم ظالم و خونخوار. گفت حقیقتا تو گناه نداری، با او خاطر میکشیمت که رفیقت بترسه و مال و متاع و طلاهای پنهان کرده را پیدا کند. گفت چند وهم است ما هر دو یکی، در مقام احتمال و در شکیم. مروه را بکشید اول ای شهان، تا بترسم من دهم زر و نشان. گفت مادام که این خیل باشه شما از کجا میدانه که جای طلا و تنگه را من میدانم یا که رفیقم؟ و بکشه او را من بترسم نباشه، همون طلا را من نشان تو بتم. پس کرمهای الهی بین که ما اندر آخر آمدیم در انتها، آخرین قرنها خیر القرون در حدیث است آخرون السابقون. پس ای مسلمانان شما لطف کرم خدا را ببینید که ما را از همه آخر خلق کرده است. تا هلاک قوم نوح و قوم هود نادی رحمت به جان ما نمود. حضرت مرحمت کنید، کدام حضرت ایشان نورالدین جان با این خاندان با این محله خیر مقدم میگوییم. چه حال داری؟ خوبی؟